در دایره استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه وخش کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. در ردیف دهها انشاءات ساخته شونده در این ناحیه و تعمیر و نوسازی راهها توجه مخصوص روانه گردیده است. طبق اطلاع رهبریت مؤسسه دولتی نگهداری راههای ناحیه، دوام 6 ماه سپری شده سال روان با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، جلب صاحبکاران و سهمگذاری ساکنان، بیش از 13 کیلومتر راههای حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه از تعمیر اساسی برآورده شده، 6 عدد کوپرو مورد تعمیر و نوسازی قرار گرفته است. چنین اقدام‌های سازندگی در جماعت دهات فیضی استقلال با مرام ادامه می‌یابد. در دهه یکتوت جماعت دهات مذکور با دستگیری حاکمیت محل، سهمگذاری جوانان فعال دهه و ساکنان، راه‌های حدود دهه از تعمیر اساسی برآورده می‌شود. در دهه یکتوت جماعت فیض استقلال قرار داریم که راه بین دهه را با مسافه 1 کیلومتر منفرج کرده ایستادند با دستگیری مردان سخاوتمند، از آن جمله مهاجرای مهنتی که در بیرون از جمهوری کار کرده ایستادند، راهبران خواجگی دهقانی همین کارها به انجام رسیده است. در همین دهه اقدام گرفتند که همین سال راه دهه یکتوت پره منفرج کرده شود. ما مینداری خود را به همون مردان سخاوتمند و مهاجران مهنتی از نام جماعت میرسانیم که برای آبادی و آبادکاری دههشون حصه خود را گذاشتند. لازم به ذکر است که با مقصد تعمیر و منفرج کنی خوشصفتی راه، متخصصان و تکنیک‌های ساحوی مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ناحیه سفربر کرده شده، روند کارها در این سمت پورا نظارت برده می شود. در عنعنه مردمی ما آمده است که ثوابترین کار انسان راهسازی و بنیاد پول برای حرکت نقلیات و آدمان محسوب می‌یابد. جوانان تشبثکار دهه یکتوت و ساکنان محل با جانبداری از دستور و هدایت‌های سروری دولت که پیوسته مردم کشور را به بنیادکاری و سازندگی، آباد نمودن خانه و کاشانه و منزل زیست و محل خود دعوت می‌نمایند، چنین اقدام‌های سازندگی را هدف خود قرار دادند که این اقدام شایسته بر رشد انفراساختاری محل، بهداشت وضع حرکت نقلیات، آسان شدن مشکل رفت‌وآمد ساکنان مساعدت فعال می‌کند. قید کردنی هستم که این دهه یکی از دهه‌های نمونه‌ای به حساب می‌رود. از کار آبادکاری‌های این دهه دیده دیگر دهه‌ها هم همین کار اقدام گرفته کرده ایستادند. در دهه 2 کوپرو کلانی که بین دهه‌ها را پیوست می‌کرد تعمیر کاپیتالی کرده شدند که امروز به استفاده داده شدند. غیر این 4 کوپرو با میده‌تر ساخته به استفاده دادن، همه همین با دستگیری همون مردان، همون جوان مردان سخاوتمندی که حصه خود را گذاشتن عملی کرده شده است. رهبریت جماعت دهات فیضی استقلال اظهار داشتند که چنین تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری را و استقبال ارزنده از 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان من بعد نیز ادامه می‌دهند و با جلب صاحبکاران با همت، جوانان فعال و تشبثکار برای آبادی و پیشرفت یک گوشه وطن سهمگذاری می‌کنند.